سلام دوستان عزیزم. توی ویدیوی قبلی راجع به خشکی واژن صحبت کردیم و قرار شد یه ژل لوبریکانت برپایه آب بهتون معرفی کنم. افرادی که مشکل هورمونی دارن حتما باید تحت نظر پزشکشون از یه ژل مخصوص برپایه استروژن هست استفاده کنن. من ژل رینورم که یه ژل ایرانی هست و کد نسخه هم داره رو میخوام بهتون معرفی کنم که هم در دسترسه و هم از همه پزشکان و متخصصین زنان میتونیم بخواین که براتون به راحتی نسخه کنن. فرمولاسیون این ژل از گلیسرین و روغن‌های معدنی هست که باعث آلرژی نمیشه و تا حالا مورد گزارش آلرژی هم نداشته. ولی اگر شما تا حالا از ژل‌های لوبریکانت استفاده نکردید میتونید روی پوست تمیز سائل دو طرف هم خانم هم آقا به اندازه یه سکه از ژل رو بذارن نیم ساعت بمونه. اگر قرمز شد یا کحیلی چیزی ظاهر شد حتما آلرژی دارن و نباید استفاده کنن. توی بارداری گزارشی نشده که مشکلی پیش اومده باشه، پس توی بارداری هم اگر خشکی شدید باشه میشه استفاده بشه. افرادی که مشکل هورمونی دارن حتما یا استروژن دارن حتما باید تحت نظر پزشک حالا یا از قرص‌های خوراکی استروژنی یا از محصولاتی که برپایه استروژن هستن استفاده کنن. کلا ژل‌های لوبریکانت رو داخل یخچال نذارین، به خاطر اینکه زمانی که شما میخواین استفاده کنید میتونه باعث شوک به پوستتون بشه و مشکل براتون به وجود بیاره. سعی کنید ژل‌های لوبریکانت رو نزدیک تختتون بذارین، جایی که نیاز نباشه پاشین راه برین. زمان استفادهش میتونه یک رو قبل از رابطه باشه که به خوبی مخاط رو مرطوب کنه و از لحظه ای که استفاده میشه تا 3 روز نیاز به شارژ مجدد نداره. به صورت یه چسب یا لایه محافظ رطوبتی میره روی مخاط میشینه و ماندگاری بالایی داره. پس هر 3 روز یک بار نیاز هست که استفاده بشه. پیشگیری از بارداری استفاده نکنید. کلا ژل‌های لوبریکانت فقط خاصیت لغزنده کردن و روانسازی رو دارن و به هیچ عنوان یه روش پیشگیری از بارداری نیستن. روی بافت کاندوم ها از هر جنسی که باشه تأثیری نداره و برای آقایون که میتونه به صورت موضعی استفاده بشه، روی آلت تناسلیشون میتونن بزنن و بلافاصله رابطه انجام بشه. برای خانم ها اگر داخل کانال واژن قرار نیست استفاده بشه میتونه به صورت موضعی و بلافاصله بعدش رابطه انجام بشه. برای افرادی که واژینیسموس دارن میتونه کمک کننده باشه. یک روش درمانی براشون محسوب نمیشه ولی یک روش کمک درمانی میتونه براشون باشه. و اگر قسمت بیرونی تناسلیتون دارید میزنید، به خاطر اینکه بافت ژلی و شلی داره میتونه رخت خوابتون رو کثیف کنه. از یک حوله یا پارچه میتونید روی تختتون استفاده کنید که کثیف نشه. اگر بار اولی هست که از اپلیکاتور میخواید استفاده کنید، حتما قسمت ابتدایی و دیواره بیرونی اپلیکاتور رو از کرم یا ژلی که دارید استفاده میکنید بزنید که باعث خراش و زخم در ورودی یا کانال واژنتون نشه. 3 تا از اثراتی که این ژل داره رو بخوایم بگیم: ماندگاری طولانی حدود 3 روزش، چسبناک نبودن و پیل نشدن حین رابطه هستش. و اگر از ژل هایی که در داروخانه ها موجود هستن خواستین استفاده کنین، به خاطر اینکه اپلیکاتور همراهشون ندارن و به صورت پمپیان، بهداشت حین رابطه رو خیلی رعایت کنید که باعث عفونت نشه. دستاتون حتما شسته باشه، ناخنتون کوتاه باشه زمانی که میزنید، یا اگر ناخنتون بلنده از دستکش یک بار مصرف میتونید استفاده کنید که آلودگی رو به داخل واژن یا قسمت تناسلیتون منتقل نکنید. اگر سوالی دارید میتونید توی دایرکت یا کامنت از من بپرسید.